اینجا قسمت میزه کاره و چیزی که کارفرما میبینه تقریبا شبیه به فریلنسره، اینجا فرق خاصی نمیکنه. اسم اون نوشته، زمان پروژه رو نوشته. این قسمت داریم با عنوان آخرین پیام. من اگه پیام فوری به فریلنسر بزنم یه SMS خیلی سریع واسه فریلنسر میفرسته و فکر کنم مبلغش هم 2000 تومان باشه، ارسال میکنه و فریلنسر متوجه میشه که مال کارفرما پیام داده. توی این قسمت جزئیات پروژه رو مینویسه که چه مواردی داره. توی این قسمت میتونه مرحله جدید تعریف کنه، مثلا من SSL سایت رو درست کردم، حالا میخوام مثلا نمیدونم دامنه رو انتقال بدم، میتونم یه قسمت جدید تعریف کنم، یه تایم جدید بذارید روش کلیک کنم، میتونم یه عنوان و یه زمان رو یه قیمت جدیدتر تعریف کنم، روی همین پروژه ثبت میشه و یه مرحله دیگه پروژه اضافه میشه و مبلغش بیشتر میشه. یه قسمت دیگه داره که پروژه رو تایید میکنه و پرداخت تمام مراحل به فریلنسر رو میزنه و همه چی انجام میشه و اوکی میشه. یه قسمت درخواست تبادل اطلاعات تماس داره که مشخصه دیگه، اطلاعات تماسمون رو در اختیار فریلنسر قرار میده که بتونه مبنی در ارتباط بشه. کاری هست. خب اینجا فایل آپلود شده رو میده. مگه فایلی آپلود کنم یا کارفرما بخواد فایلی آپلود کنه، من میتونم اینجا بگم و مبنی در ارتباط. من اگه ارسال پیام رو بزنم دقیقاً اطلاعات براش میفرسته و اینجا میبینید یه تیک خورده. من اگه اون بر مشاهدهش کنم 2 تا تیکش میکنم. خب من وارد پنل کاربریم شدم. توی قسمت فریلنسر وارد قسمت پیام میشم. توجه داشته باشید که شما اینجا با کارفرما صحبت میکنین، صحبت اولیه رو میکنین. کارفرما اگه مورد تاییدش بود شما رو استخدام میکنه و شما وارد میزه کار میشید. اینجا پروژه ارسال نمیکنید، اینجا کاری انجام نمیدید چون هیچ سندیتی نداره و فقط چته. پس هر کاری انجام بدید تو میزه کار انجام بدید. اینجا فقط من یه پیامی نوشتم که بریم که چت رو میتونید با کارفرما در ارتباط باشید. توی خود میزه کارم این داستان هست، یعنی شما بعد اینکه پروژهتون تایید شد توی میزه کار میتونید صحبت کنید. اگرم نمیدونید پروژه تایید شده یا نه میتونید اینجا کلیک کنید و بهمون میگه که شما استخدام شدید و میزه کارتون فعال. بعد از اینکه پیام رو دیدیم وارد میزه کار میشیم و میتونیم میزه کار فعالمون اینجا ببینیم. توی این قسمت میبینید که پیامای من داره نمایش میده. خب من به کارفرما پیام دادم، گفتم که این کارو براتون انجام میدم. یه نکته، کارفرما این مبلغ رو واریز کرده. ببینید پرداختم به چه صورت انجام میشه. من به عنوان کارفرما مبلغ رو واریز کردم. این 50000 تومان توی سایت بلاک شده. بعد از این که من پروژه رو انجام دادم و تایید شد، کارفرما از طریق گزینه پرداخت میتونه پرداخت من انجام بده. گزینه هم که اینجا برامون میاد درخواست اضافه کردن مرحله، مثل کارفرما ما میتونیم یه مرحله اضافه کنیم. درخواست اضافه کردن زمان، من میتونم از کارفرما بخوام که یه مقدار تایم بیشتری بهم بده. راهنمای ارسال خروجی در میز کار، این که راهنمایی که چجوری خروجی بفرستین که بهتون میگم. نحوه دریافت دستمزدم که بهتون گفتم، اگر پروژه تایید بشه وضعیت ما الان پرداخت به صندوق امن کارلنسر، پول به کارلنسر واریز شده اونجا بلاک شده. بعد اینکه پروژه انجام شد آزاد میشه و واریز میشه به حساب ما. من پیام رو فرستادم. بریم تو بخش کارفرما ببینیم که این تیشا خورده و فریلنسر پیام ما رو میده. حالا قسمت‌های بعدی رو از دید فریلنسر میبینیم. میبینید که همه چیز تقریبا یکیه، فقط این گزینه پایینی که فهم کرد. تو قسمت پیش فاکتورم کاملا یکیه، بهمون توضیح داده که دقیقاً از پروژه چقدر عایدمون میشه و داستان چه جوریه. تو قسمت خروجی مراحل من کاری انجام داده باشم، حالا بهتون میگم چجوری وارد این قسمت میشه. یه تیکی داره میزنیم و بهتون به عنوان نمونه اولیه ارسال میکنه برای کارفرما. اگه مورد تایید بود که پروژه تایید میشه و تموم میشه. یه قسمت داره حل اختلاف و داوری. برام هیچ وقت به این قسمت نخورید، ولی حالا خیلی زیادن کارفرمایی که اذیت میکنن. من خودم تو این سایت یه بار به همچین مشکلی خورده بودم. در مورد اون حتما یه ویدیو میذارم و توضیح میدم که این سیستم چجوری کار میکنه. نمیخوام زمان ویدیو طولانی بشه، بخاطر همین یه توضیح کوتاه در موردش میدم. شما ممکنه با کارفرما به مشکل بخورید. توی این قسمت میاد اعتراض خودتون رو ثبت میکنید و کارفرما اول میبینه. در مورد خود کار صحبت میکنیم. اگر به نتیجه نرسیدین بین 3 تا 7 روز تیم کارلنسر جواب میده، یعنی میاد پایینتر با یه پیام متمایز شده. بذارید من نشونتونم میتونم بدم. همونطور که میبینید تیم کارلنسر با یه پیام متمایز میاد و بهتون رأی رو صادر میکنه. یه انتقادی که به این قسمت دارم اینه که یکم روندش کنده و مشخص نیست. مثلا شما 15 روز 20 روز ممکنه از اعتراضی که کرده باشید بگذره ولی هیچ اتفاق خاصی نیفته. یعنی سایت عملا همجوری بلاک شده است، نه
کارفرما کاری میکنه نه فریلنسر کاری میکنه، همینجوری میمونه تو این حالت. تمام قسمت رو گفتیم. اگه اعتراضی هم دارید میتونید تو این قسمت ثبت کنید، عکس چیزی هم میتونید بفرستیم و تیم داوری در موردش تصمیم بگیره. خب بریم توی پروژه. اینجا من نوشتم انجام شد، باید مورد تایید کارفرما باشه دیگه. کارفرما باید یه پیامی دریافت کنه، یه اتفاقی براش بیفته که آقا پروژه شما انجام شده و بیاید تاییدش کنید. یه سه نقطه اینجا داره: پیام، فایل، هر چی فرستادین از این سه نقطه میتونید انتخاب به عنوان خروجی مرحله انجام و تحویل بزنید، یعنی اینو به عنوان انجام و تحویل در نظر بگیرید. وقتی من اینو بزنم ببینید که اینجا در انتظار تایید کارفرما میاد. خب یه نکته دیگه هم داره که من یه رفرش اینجا انجام میدم. ببینید این قسمت خیلی مهمه. شما بعد اینکه در انتظار تایید کارفرما رو میفرستید 5 روز کارفرما وقت داره که اینو تایید کنه. اگر تایید نکنه پروژه به نفع شما تموم میشه و پروژه وضعیتش کامل شده و تکمیل شده میشه، یعنی انگار کارفرما پروژه رو تایید کرده. یه نکته بعدی که وجود داره اینه که کارفرما بعد از این 5 روز نمیتونه بهتون نظر بده، یعنی اگه پروژه تایید نشه اینجا براتون ستاره رو نمایش نمیده. یه نکته دیگه من اینجا بهتون بگم، زمان پروژه یه روزه. شما اگه از بیشتر از یه روز پروژه رو حالا طول بدید یا به هر طریقی بعضی وقت کارفرما دیر جواب میدن، اصلا خیلی سیستم عجیبیه، همیشه من نمیتونم واسه سر وقت انجام بدم. اگه از این تایم بیشتر بشه شما درصد خوشقولیتون میاد پایین، یعنی شما پروژه رو هیچ وقت به موقع انجام نمیدید و توی قسمت کاربری شما نمایش داده میشه. مثلا من الان برم توی پنل کارفرمامون و وارد پروفایل خودم بشم، ببینید این اطلاعات میاد بهمون نمایش میده، اطلاعات خود فریلنسره و میام پایین‌تر. ببینید اینجا درصد خوشقولی داریم که فریلنسر 75% خورد، درصد موفقیت پروژه هم 100% خورده، آخرین فعالیت هم 1 دقیقه پیش دیگه کاربر فعال بوده، سرعت پاسخگوییش هم 33 دقیقه. یعنی این درصد خوشقولی فقط تو ذوق میزنه یعنی کاربر پروژه رو دیر داره انجام میده. من پروژه رو تحویل دادم، بریم وارد میز کار بشیم. دوباره این میز کارمونه و خب وارد پروژه میشیم. من اینجا تحویل پروژه رو زده بودم، 2 تا گزینه برامون میاره، دونه تایید، مورد تایید و پرداخت و تمام مراحل اوکی، یه دونه فیره. من اینجا بله و تایید پرداخت رو میزنم. اگه اعتراضی داشته باشم میتونم اینو تایید نکنم، بعد بیام مثلا اعتراض کنم و خیلی چیز دیگه. من پرداخت رو میزنم، این قسمت رو وارد میکنم، مبلغ رو پرداخت میکنم و تایید میکنم. بعد پرداخت اینجا چند تا موردم براتون آورده که دیگه دربارش میکنم صحبت کرده بودیم. بعد اینکه این تایید انجام بشه دیگه امکان برگشت وجود نداره، مبلغ به حساب فریلنسر واریز شده و هیچ حق اعتراض دیگه ای ندارید، یعنی اصلا به هیچ عنوان نمیتونید اعتراض کنید. پس فایل خروجی رو حتما باید چک کنید. من تایید رو میزنم و پروژه تایید میشه. بعد اینکه پروژه رو تایید کردم اینجا میتونم به فریلنسر امتیاز بدم و من امتیاز اینجا به خودم میدم. بعد اینکه من این نظر رو ثبت کردم تمام اطلاعات توی قسمت کاربری فریلنسرم نمایش داده میشه. خب وارد پنل فریلنسرم میشم و اینجا هم پروژه تایید شده. من میام و یه امتیاز به کارفرما میدم و وضعیت پروژه پرداخت شده فریلنسر تغییر کرد و همه موارد انجام شد. من وارد قسمت کاربریم بشم، میبینید مبلغم واریز شده و پروژه هم تایید شد. این بود سیستم کاربری خود سایت کارلنسر که شما میتونید یه پروژه تعریف کنید و فریلنسر بیاد و پروژه رو بگیره و خیلی راحت بتونید با هم دیگه کار کنید. امیدوارم که این قسمت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همیشه پر انرژی باشین. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.